نحوه انتشار و استفاده از چت‌بات در پلتفرم‌های مختلف. بعد از اینکه چت‌باتتون رو ساختین و داده‌های مورد نظرتون رو بهش دادین، حالا وقت استفاده از چت‌باته که به کمک شما بیاد و پاسخ کاربرانتون رو بده. برای این منظور بعد از اینکه ربات مورد نظرمون رو از این قسمت انتخاب کردیم، از منوی تنظیمات وارد تب استفاده و انتشار میشیم. همونطور که مشاهده میکنید در اینجا سرویس ها و پلتفرم های مختلفی وجود دارن که شما میتونید از رباتتون توی هر کدوم از این پلتفرم ها یا همشون استفاده کنید. به عنوان مثال شما یه فروشگاه آنلاین دارین که از 2 طریق سایت و تلگرام پشتیبانی مشتریانتون رو انجام میدین. حالا میتونید از ایلا چت هم برای سایتتون و هم برای تلگرامتون برای پاسخگویی به مشتریانتون استفاده کنید. برای آموزش نحوه استفاده ربات توی هر کدوم از این سرویس ها میتونید ویدیوی مربوطش رو مشاهده کنید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید.